خب بالاخره تموم شد از اون هم فقط طولانی‌ترین توضیح از اون عملی مرتبط با آهنگسازی بود. خب کدوم دانشگاه ها آهنگسازی داره؟ دانشگاه خیلی کمی آهنگسازی داره. یه دونه که دانشگاه هنر تهرانه که ما هستیم که میدونید در کرج واقع شده و شرط خوابگاه که خب احتمالاً تو ویدیوهای دیگه دیدین خیلی نزدیکه، خیلی خوبه، اتاق تمرین داره، یعنی از این لحاظ واقعا شرایط مناسبی رو داره برای تحصیل، مخصوصا کسایی که خب ساکن تهران نیستن و از شهرهای دور مجبورن بیان. به جز اون دانشگاه هنر اصفهان هست که هم در نوبت اول هم در نوبت دوم دانشجو میگیره. دولتی ها همیناست. اصلا غیر انتفاعی اگه بخواید یه دونه غیر انتفاعی فکر میکنم کمال‌الملک که نوشهر مازندرانه، یه دونه هم غیر انتفاعی فردوس مشهده. همین دو تا که تازه من پیشنهاد میکنم بیشتر رو همون دولتی ها متمرکز بشید که شرط معدل هست. یعنی آره غیر انتفاعی ها شرط معدله ولی دولتی آره ولی خب آره زیاد سعی کنید برای همین دو تا دانشگاه تلاش کنید. رو نمیشه خیلی حساب کرد. خب بحث جذاب که دست دادیم دانشگاه هنر یا دانشگاه تهران، چون که دانشگاه هنر داره توی این مورد جنگ نداریم، ولی خب وارد جنگ دیگه بشیم. استادای دانشگاه چطورن؟ استادای دانشگاه که خوبن، یعنی خب خیلی از خوبا هم بودن که دیگه الان به هر دلیل نیستن، ولی در کل محیط دانشگاه خوبه. یعنی اون چیزی که خب من خودم از یه شهر کوچیک اومدم که واقعا شرایط موسیقایی، یعنی بستر موسیقایی به اون شکل نداشت و از همین رو به نظرم واقعا دانشگاه بستر مناسبیه برای بچه‌ای که میخوان موسیقی بخونن، مخصوصا تو کشور ما که خب خیلی مثلا اگر تو مدارس تدریس میشد یا مثلا تو شهرهای کوچیک هنرستان موسیقی بود، خب آره شاید همونجا هم شرایط مناسبی بود که مثلا طرف همون استادای آزاد تو شهرشون بگیره و نخواد آکادمیک موسیقی رو دنبال کنه. ولی با توجه به اینکه تو خیلی از شهرها حتی ساده ترین هنرستان موسیقی هم نیست، بنابراین به نظر من واقعا فکر خوبیه که بچه‌ها بخوان از طریق دانشگاه اقدام کنن و این دانشگاه مسیرشون خیلی باز میکنه و راههای زیادی رو جلو پاشون میذاره که حالا چه بخوان ایران بمونن چه بخوان مثلا برن کشورهای دیگه، واقعا شرایط خوبی براشون ایجاد میشه و از طرفی با استادای خوب آشنا میشن. این خودش خیلی مزیته. یعنی مثلا من خودم وقتی که شهرمون بودم هیچ استاد موسیقی رو به جز استاد پیانو که تو شهرمون بود و من درس میداد نمیشناختم. همین. ولی اینجا شما دانشگاه‌های مختلف رو می‌بینین، نوازنده‌های سازهای دیگر رو می‌بینین و این بستر موسیقایی که فراهم میشه از همه چیز به نظرم مهم‌تره. بعد اگه مثلا سوالی داشته باشین میتونید از همکلاسیاتون از سوال بالایی بپرسین. من یه جمله خیلی خوب استاد پیانو بهم گفت وقتی که می‌خواستم برم دانشگاه و اونم این بود که شاید خیلی چیز خاصی به شما تو دانشگاه یاد ندن. البته به نظر من میدن. ولی میگم شاید خیلی چیز خاصی یاد ندن، ولی مزیت دانشگاه هنر و دانشکده موسیقی اینه که یه سری آدم با جهت فکری یکسان و افکار شبیه به هم دور هم جمع میشن و میتونن به رشد و ارتقای همدیگه کمک کنن. یعنی این به نظر بزرگترین چیزیه که اینجا فراهمه. وگرنه اینکه بخوام بگم خیلی چیز خاصی یاد میدن شاید واقعا اینطوری نباشه. مثلا شما شاید برید سر کلاس فور و از شما بخوان که تحلیل کنید. اگه هنرستانی بوده باشین خب قطعاً بلدین و میتونید ارائه بدید. ولی اگه مثلا رشته‌تون نظری بوده باشه اینجوری میشین که الان من چی رو دقیقاً باید تحلیل کنم من نمیدونم. یا باید کلاس بیرون رفته باشین یا هنرستانی بوده باشین. وگرنه هیچ چیزی رو نمیان از اول به شما درس بدن. اکثر مواقع اینجوری که میخوان ازتون. به خاطر همین اگه هنرستانی نبوده باشین اینجا مجبورین که کلاس برید. ولی همون خواستنه باعث میشه شما از این طرف مجبور بشی بری کلاس و دنبال معلم خوب باشی، دنبال همکلاسی خوب باشی که بتونی ازش بپرسی. از این لحاظ به نظرم خیلی کمک کننده است. خوبی بچهای دانشگاه هنر هم اینه که خیلی کمک میکنن به هم دیگه. یعنی حالا اگه شما اینو در نظر بگیرید که اوکی من اومدم تو تهران دسترسی پیدا کردم به استادان ولی شاید هزینه کلاس‌ها خیلی برام سنگین باشه، ولی بچه‌هایی که اینجا هستن خیلی به هم کمک میکنن. تو آهنگسازی که ما خیلی داشتیم واقعا، حالا این چند سالی که من بودم واقعا مثلا تو هارمونی به مایی که حالا مثلا نوازندگی بودیم
خب هارمونیامون ضعیف‌تر بود، بچه‌ها آهنگسازی قوی‌تر بودن و خیلی کمک کردن واقعا همشون. و باز این شرایط یادگیری حتی اگه بگیم هزینه کلاس بیرون هم نداشته باشیم، باز بچه‌هایی هستن که خیلی کمک کنن. ولی اگه حالا مثلا شما تهرانی باشین و هنرستان تهران باشین، اون موقع شاید مثلا یکم فرق کنه، ولی اگه شرایطی مثل ماها داشته باشید، آره میتونه خیلی دانشگاه کمک کننده باشه اگه خودتون بخواید. بچه‌ها قبل از دانشگاه چقدر نیازه که کار کرده باشن؟ مثلا نوازندگی موسیقی ایرانی یا جهانی اکثرا از بچگی بچه‌ها ساز زدن و کم پیش میاد کسایی که مثلا 3 سال ساز زدن، 4 سال ساز زدن و میان. همه هنرستانی بودن یا اگه نبودن هم تایم زیادی خب ساز زدن. توی آهنگسازی چه جوریه بچه‌ها؟ راستش قالب داوطلبی آهنگسازی که حالا من چه تو سال خودمون چه قبل‌تر چه بعدتر دیدم، حالا یه ساز موسیقی می‌نواختن، حالا حتما پیانو نه، چون خب سازی که شما باید برای آهنگسازی بنوازید پیانوه، ولی خب ممکنه یه نفری مثلا سازش اصلا ویولون بوده باشه، ولی مثلا 1 سال 2 سال قبل کنکور پیانو زده باشه و بتونه خودشو برسونه. یعنی پیانوی آهنگسازی نمیگم چیز راحتیه، ولی قطعا از پیانویی که مثلا توی نوازندگی پیانو شما باید بلد باشین یه مقدار سطحش پایین‌تره، چون اصلا نمره کمتری هم بهش اختصاص پیدا میکنه. توی مثلا نوازندگی خب کلی نمره برای نوازندگی و سولفژ، ولی اینجا نصفی از همون نوازندگی تعلق میگیره به اون آزمون کتبی. به خاطر همینه که اگه نوازنده خیلی متبهری هم نباشید با سابقه دور و دراز نوازندگی میتونید موفق بشید، ولی خب چیزی که هست سنگین بودن کار کردن همین هارمونی و سولفژ و همه اینا در کنار همه. یعنی مثلا اینجوری که شما صبح پا میشی و خب بعد درس‌های کنکوری رو بخونی، پیانو رو باید بزنی، سولفژ رو باید کار بکنی، خط ریتم، دیکته موسیقی، هارمونی رو باید کار بکنی، سازشناسی رو باید بخونی و همه اینا رو باید با هم دیگه پیش ببری. اینه که کار یه ذره سخت میکنه، ولی چیزی که هست این نیست که میگم همین چیزی که اشاره کردیم بهش، نیاز نیست زمان زیادی از قبل کار کرده باشین. 1-2 سال هم قبل کنکور کار بکنید، خوب کار بکنید با معلم خوب، شدنیه، چرا که نه. پیشینه موسیقی هم مهمه، یعنی که چون دیکتهش مهمه، سازشناسیش مهمه، اون پیانوه مهم نیست که حتما 10 سال باشه ساز زده باشیم، ولی اینجوری نیستش که فکر کنم با یعنی بگی من امروز یعنی هیچ موسیقی کار نکرده باشی بعد بگی خب من 1 سال مونده به کنکورم امروز میخوام تصمیم بگیرم که آهنگسازی بخونم. فکر کنم همچین چیزی خیلی واقعا نشیدم کسی اینجوری باشه. بیشتر منظور ما کسایی هستن که مثلا سازشون چیز دیگه بوده و مثلا هارمونی اینا رو خیلی کار نکردن، ولی خب در حدی هست که گام‌های مختلف رو بلد باشن، ریتم بلد باشن، یعنی پیشینه‌شون صفر نیست، یه چیزی از موسیقی بلدن. چون مثلا همین تشخیص دادن فواصل موسیقی توی آزمون، سولفژ، همه اینا واقعا توی 1 سال خیلی سخته، شاید حتی غیر ممکن باشه. و این چیزی که ما میگیم برای کسایی صدق میکنه که از قبل یه آگاهی و یه اشرافی توی یه سازی بالاخره داشته بوده باشن و بعد حالا توی 1-2 سال آخر اصلا بیان رو پیانو متمرکز بشن. چون کلاً قبلی رشته آهنگسازی هم نسبت به موسیقی جهانی ایرانی سخت‌تره، چون یه سری از بچه‌هایی که مثلا نوازنده ایرانی هستن یا نوازنده جهانی هستن خب تصمیم میگیرن که آهنگسازی بخونن و حتی تو ارشد این بیشتر و بیشتر میشه. بچه‌هایی که لیسانس نوازندگی دارن تصمیم میگیرن برای آهنگسازی بخونن و باز آهنگسازی هی سخت‌تر میشه. ولی از این بابت که مثلا شاید بعضی از بچه‌هایی که آهنگسازی قبول شدن نمیتونستن با پیانوشون سازشناسی نوازندگی جهانی قبول بشن، چون نوازندگی جهانی خیلی پیانو حرفه‌ای میخواد. از بابت پیانو میتونه مثلا خیالتون راحت باشه، اما چیزایی دیگه و اینکه یکی از چیزایی که حالا قبول شدن توی کلا شهر تهران و توی آهنگسازی سخت‌تر کرده همینه که مثلا برای رشته نوازندگی حالا چه ایرانی چه جهانی خب یه تعدادی اول دانشگاه تهران میگیره، یه تعدادی هم هنر تهران میگیره و این تقریبا 2 برابر آهنگسازیه. ولی آهنگسازی فقط هنر تهران میگیره و دیگه بقیه برن اصفهان و شانس تو تهران بودن رو از دست میدن. بخاطر همینه که ما یک کوچولو کار سخت تازه مثلا گیلان نوازندگی ایرانی داره. آره دیگه خیلی تو آهنگسازی رقابت سخت‌تر میشه، چون خیلی هم اصفهان رو نمیرن. آره دیگه. فکر کنم همه چی گفتیم. چیزی هست؟
نه، فقط اینکه من واقعا آرزوی موفقیت میکنم برای تک تک بچه‌ها و اینکه واقعا آهنگسازی رشته‌ای که باید با عشق انتخابش کنیم، چون اگه جز این باشه راستش این تو همه رشته‌های هنری اینه، واقعا اگه عشقی توش نباشه نه به درآمد میرسه، نه به اون حالا محبوبیتی که شما دوست دارید بین مردم داشته باشید میرسه و یه چیزی نیست که مثلا شما بتونید خیلی مثلا بگید من آهنگسازی ام یا مثلا خیلی اعتبار خاصی اول کار برای شما داشته باشه. تا زمانی که واقعا بهش عشق بورزید، به تک تک نوتا، به تک تک لحظاتی که دارید ساز میزنید یا خط باز شیفته حل میکنید، تا بعد از اون وقتی این عشق باشه، این عشق بقیه چیزا رو میاره، یعنی اون محبوبیت رو میاره، اون پولو در ادامه میاره و همه اینا به دنبالش میاد. ولی در ابتدا اون چیزی که لازمه اینه که با تمام وجود واقعا بخواینش و اینجوری نمیشه که مثلا بگیم که خب مثلا فلانی چه آهنگای خوبی میکنه، کاش منم برم آهنگساز بشم. یعنی اینجوری نیست، واقعا باید یه پیشینه‌ای تو موسیقی داشته باشین و اهلش باشین دیگه. اگه اهلش باشین حتما اتفاق میفته. مرسی. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. خیلی مشتاقش بودین، خیلی بهم گفته بودین. باز اگه چیزی هست که ما یادمون رفته اینجا بگیم، سوالی هست که تو این ویدیو جواب ندادیم، میتونید زیر تو کامنت ها بپرسید، من همه جواب میدم. هر کدوم ندونم از سبا میپرسم، کمکمون کنه. و اگر سوالاتون خیلی زیاد بود، باز ما حتی میتونیم یه ویدیو دیگه بگیریم. مرسی از اینکه همراهمون بودین. فعلا خدافظ.